سلام دوستان، خسته نباشید. تو این ویدیو میخوام نحوه ساخت ورکر و استفاده از کد ورکری که نوشتم را با هم یه مرور بکنیم و در ادامه در خلال انجام کار آی پی تمیز هم از کد آی پی تمیز میگیرم که به این ورکر بتونیم الحاق کنیم و استفاده کنیم. خب توی اکانت کلادفلر هم لاگین میکنم. شما هم هر کدوم الان دیگه اکانت کلادفلر دارید. اگر ندارید میتونید ایجاد کنید، کاری نداره، کاملا هم رایگانه. تو بخش ورکر ها میرم. من ورکرهایی که از قبل داشتم همه رو پاک کردم. اینجا یه کرییت سرویس میزنم، یه ورکر جدید ایجاد میکنم، اسمشو میذارم ساب. ورکرم رو ایجاد میکنم، داخل محیط ادیتور ورکر میرم، کدی که از قبل بوده رو پاک میکنم و میام لینک کتابخونه حالا همین کتابخونه هم تو توییترم هست، هم توی کانال تلگرامم، لینک کتابخونه رو میزنم، کد ورکر رو از اینجا کپی میکنم و داخل قسمت رو کاری ندارم، اینجا پیستش میکنم. فقط اینجا ببینید من یه توضیح مختصر بدم. ابتدای کد من اومدم نحوه استفاده از کد رو گفتم، چجوری در واقع اون سابی که باید انتهای آدرس ورکرتون بزنید، در ادامهش میتونید آی پی تمیز بزنید یا دامین آی پی تمیز بزنید. اگر هم ورکر ساب دامین خودتون رو داشته باشید که من تو همین ویدیو میگم چجوری ایجاد کنید. اگر ورکرتون فیلتره که میتونید به این روش استفاده کنید. من امروز متوجه شدم که هم روی همراه اول هم روی یه سری اپراتورهای ثابت فیلتر ورکر حذف شده و دیگه الان ورکر فیلتر نیست، حداقل امروز فیلتر نیست. من امیدوارم که فیلترینگش حذف بشه و بتونید راحت استفاده کنید. این تعداد رو من 200 تا کانفیگ گذاشتم، تا اینجا چون میخوام الان برای شما ویدیو بگیرم و نمیخوام وقتتون تلف بشه تعداد کانفیگا رو کم میکنم. شما اگر گوشیتون ظرفیت داره هرچی این تعداد بیشتر کنید خب توش کانفیگای سالم بیشتری پیدا میشه. مثلا من روی دیفالت روی 200 تا گذاشتم، رو آپدیت جدیدم شما اگر ظرفیت دارید رو 2000 تا بذارید، مهم نیست اصلا، ولی خب تستش یه مقدار پهنای باندتون رو ممکنه مصرف کنه اگر گوشیتون قفل نمیکنه. این متغیرها رو من یه توضیح مختصر بدم، اینجا نوشتم. البته include original configs در واقع به شما این اجازه رو میده به کد که کانفیگ های اصلی که تو لینک های حسابی که داره خودش میگیره، این که این پایین اومده 2 مدل لینک داریم، این کانفیگ ها رو هم اینکلود کنه ازشون به تعداد 200 تا یا همون تعدادی که اینجا نوشین مثلا 50 تا، یا نمیخواد. در واقع دیفالت اینه که کانفیگ ها رو با ورکر شما مرج میکنه و میذاره براتون، ولی اگر شما این متغیر رو 1 کنید کانفیگ های اصلی رو هم براتون میذاره، برای اینکه شما بتونید بعضا ممکنه وصل بشن اونایی که ورکرشون فیلتره. این خیلی کمک میکنه بهشون. و چون اگه ورکر فیلتر باشه اینایی که با ورکر مرج میکنید دیگه کار نمیکنه، یا باید دامین آی پی تمیز دامین بهش بدید، ساب دامین خودتون رو بدید یا این اوریجینال کانفیگ رو ترو کنید که در واقع دیگه با ورکر مرجشون نکنه و کانفیگ های اصلی رو هم بده که بعضا وصل میشن. این متغیر هم میاد میگه که شما این پایین تو این قسمت اینجا میبینید، تو این قسمت میتونید کانفیگ های خودتون رو بدید. مثلا کانفیگی که از سایت فری نوت گرفتین یا از فری ویمس گرفتین کانفیگ گرفتین، نه لینک ساب. کانفیگ های خودتون رو میتونید اینجا یکی یکی بزنید. حواستون باشه وقتی مثلا من یه دونه ویمس رو اینجا میزنم خط آخرم هیچ وقت نباید ویرگول داشته باشه. اگه 2 تا میزنم باید رو خط، اگه فرض کنید اینجا من اینو چند تا بخوام بزنم فقط آخری ویرگول نداره دیگه، بقیهشون باید ویرگول داشته باشن و میگم احتیاج ندارید که میتونید پاکش کنید کلا. این تنظیماتش همینه. اگر آی پی های تمیزم بخواید بدید اینجا میتونید آی پی های تمیز رو به تفکیک اپراتورها بدید. مثلا اگر از چند تا اپراتور دارید استفاده میکنید و میخواید بینشون سویچ کنید، برای هر کدوم آی پی تمیزشون اینجا داخل خودشون بدید و
نمونهش رو اینجا گفتم، یا دامینای آی پی تمیز بدید برای هر اپراتور اینجا که باز نمونهش رو اینجا نوشتم براتون. کار دیگه ای نداریم با بخشای پایین کد، هیچ کاری نداریم. من این کد رو سیو میکنم، سیو اند دپلوی میکنم و کارم تموم میشه. حالا اینجا ورکرم رو میخوام تست کنم، میزنم بعد ریکوست میگیرم درسته تا اینجاش درست، یه اسلش ساب میزنم در انتهاش، به من خروجی ساب رو میده. پس ورکر من الان داره کار میکنه. اگر احیانا اینو زدین و این خروجی رو بهتون نداد یعنی ورکرتون مشکل داره. من حالا انتهای این باید یه دونه آی پی تمیز بدم که بدونم مطمئنم کار میکنه. من اینجا برای اینکه بتونم تست کنم، الان لپتاپ من الان به اینترنت همراه اول وصله، میخوام اینجا تستش کنم. الان ببینید میام اسکریپتم رو اینجا اجرا میکنم، پایتون start.py میزنم، به من ارور میده چون کتابخونه هاشو نصب نکردم. الان این اتفاقی که بعد از نصب پایتون اولین بار برای شما میافته. میام نصب میکنم کتابخونه ها رو. این کامندایی که من اینجا می نویسم روی ویندوز به جای پایتون می نویسید پی وای، بقیه پلتفرم ها همینجور پایتونه. dash m pip pip install. دو تا کتابخونه باید نصب کنم، یک ریکوست ز، یکی هم پینگ تری. این دو تا کتابخونه رو نصب میکنم. نصب شد، صفحه‌مو پاک میکنم. از ابتدا دستور پایتون استارت پی وای رو میزنم، بهش میگم 3 تا آی پی برام پیدا کن یا همین 2 تا آی پی پیدا کن، نمیخوام وقت زیادی بگیره. پینگم رو میگم 300، جیترم رو 100، لیتنسیم رو همون 1000 میذارم، دیفالت هایی که خودش داشته. رنج رو محدود نمی کنم، با داده تست سامپل 1 مگابایت و روی سرعت دیفالتی که براش بوده رو میذارم باشه. انتها هم میگم رو کلادفلر نمیخوام آپلود کنم. حالا شما اگر یس بزنید اطلاعات کلادفلر هم اینجا ازتون میگیره. شروع میکنه برای من آی پی تمیز پیدا کنم. الان میبینید تو نسخه جدید در هنگام تست پینگ و جیتر و تأخیر رو هم براتون مینویسه. معمولا روی آپلود ممکنه گیر کنه، دانلود ها معمولا خوبه. اگر آپلود با اون کرایتریا مچ باشه، الان 2 تا آی پی برای من پیدا کرد. من آی پی دومم که آپلود خیلی سریعتر و دانلود خیلی سریعتری داره رو کپی میکنم، میذارم در انتهای لینک سابم. الان ساب با آی پی تمیز به من میده. حالا من این کار رو الان در واقع ورکر من الان آماده است. من یه ویدیو دیگه الان روی گوشی میگیرم که همین در واقع لینک رو توی کلاینت ماسوری ایمپورت میکنم و خروجیش رو با هم میبینیم. متشکرم که مشاهده کردید. امیدوارم کاربردی باشه براتون.